به امیده که یوتیوب این سری ویدیوها و این پلیلیست منو پاک نکنه، قراره توی این پلیلیست بهتون یاد بدم که چجوری با موبایلتون تست نفوذ و هک رو انجام بدید. آقا سلام، چطوری؟ طبق پی ام که دادی داخل تلگرام و سوراخ کردی تلگرام و کامنت های داخل یوتیوب، قرار شد که بهتون یاد بدم که چطوری میتونید با موبایل خودتونم کارهای تست نفوذ و هک و امنیت رو کلا انجام بدید. این سری ویدیوها کلا تو حوزه تخصصی من نیست، من تو حوزه رد تیم دارم آموزش میبینم و فعالیت میکنم. آموزش رو حالا بر اساس لپتاپ و حالا نمیدونم کالی لینوکس و لینوکس و اینجور چیزا معمولا میدم، ولی خب بچه‌ای که توی کامیونیتی فارسی دارن فعالیت میکنن و علاقه‌مند به حوزه هک و امنیتن، بالاخره باید بلد باشن که با گوشی موبایلشون هم بالاخره یه سری تست نفوذا رو انجام بدن. پس یه سری چیش میگم پیش نیازا رو بهتون میگم، بدونید چیکار قراره بکنیم و بعد اگر دوست داشتید میتونید ادامه ویدیو و ادامه این پلیلیست رو توی کانال یوتیوبی من ببینید. ما قراره چیکار کنیم توی این پلیلیست؟ من قراره بهتون یاد بدم که چطوری با موبایل خودتون هم تست نفوذ یا هک رو انجام بدید. این از این. توی iOS ما همچین چیزی رو نداریم، چون iOS مثل اندروید اوپن سورس نیست و قابلیت اینو نداره که ما بتونیم بیایم توش و نرم افزاری مثلا مثل ترموکس رو پیاده سازی کنیم. پس این سری ویدیوها برای اندروید و iOS کلا همچین قابلیتی نداره. البته من نمیدونم، فکر نمی‌کنم داشته باشه، یعنی iOS من نه فکر نمی‌کنم داشته باشه ترموکسو. مثلا شما توی مک میتونی از نتکت استفاده کنی، ولی خب من توی iOS خبر ندارم که همچین قابلیتی وجود داشته باشه. پس کارمون با اندرویده و کارمون با ترموکس. تو رو قرآن اگر دنبال حرکتای جنگولری هستید که مثلا بیاید با یه نرم افزار بزنید زندگی طرفو خورد کنید، یا با یه نرم افزار به اینستاگرام طرفو پاک کنید یا هک کنید، یا با یه نرم افزار بیاید مثلا بزنید کل شبکه یه سازمان رو نابود کنید، نداریم ما همچین چیزی. اگر میخواید هک و امنیت و تست نفوذ با موبایل انجام بدید، باید با ترموکس انجامش بدید. چرا؟ چون ترموکس یک فضای شبیه سازی شده از لینوکس و شما میتونید دستورات لینوکسی اونجا پیاده سازی کنید. پس ما کارمون با ترموکس و قرار با ترموکس کار کنیم. ترموکس فکر می‌کنم درست باید باشه. با ترموکس قرار کار کنیم. این بالا یک پلیلیست یه پلیلیست براتون میاد، ساجست پلیلیست میاد که اونجا من آموزش چی بهتون دادم، اسمش چی بود، دستورات لینوکسی رو بهتون دادم. یعنی یه پلیلیستی که اونجا قراره با هم دیگه لینوکس رو یاد بگیریم و اگر می‌خواید توی ترموکس کار کنید باید دستورات لینوکسی رو بلد باشید. پس بهتون پیشنهاد می‌کنم در کنار این پلیلیست آموزش لینوکس هم ببینید که با ترکیب این دوتا بتونید خیلی راحت توی ترموکس تست نفوذ و هک رو انجام بدید. دیگه چیز صحبت دیگه ای نمیاد. من رکوردر دسکتاپمو یواش یواش روشن کنم. الان میریم با هم توی بول استک، یک شبیه ساز اندروید بول استک به اسمش دیگه. آره من همین الان نصبش کردم، همچین چیزی نداشتم چون مثلا کارم با موبایل اینجور چیزا نیست، ولی خب ما اینو نصبش کردیم. بول استک رو نصب می‌کنیم. نگاه کنید، بذارید من اینو چجوری کار کنه. اینه فکر میکنم. آره بول استک که نصب کردی، البته اگر با لپتاپ داری کار میکنه، اگر کار نمیکنه که روی سیستم خودتون، یعنی روی موبایل خودتون میای توی پلی استور ترموکس رو سرچ میکنی، ترموکس رو نصب میکنی. دقیقاً همینجوری که این میبینید اینجا اگه باز بشه یک سال بعد. خب میایم اینجا میزنیم آقا توی میزنیم ترموکس. فکر میکنم یه باید بشناسید، یعنی ترموکس اونایی که بچه‌ای که تو بحث هک و امنیت فعالیت میکنن توی کامیونیتی فارسی مخصوصا، چون همه ماشاءالله عشق هک و امنیتن، این ترموکس رو میشناسن. اینو میزنین، نصبش میکنین، اینستال میزنین، چیز عجیب غریبی نیست. این فضا براتون باز میشه که میبینید که حالا میتونید یه سری دستورات توش وارد کنید. موبایلم حالا همچین حالتی یکم کوچولوترشه. خب وارد ترموکس که میشید، من توی این قسمت ویدیوها، توی این قسمت این پلیلیست یک سری دستورات اولیه رو بهتون میگم، یه سری چیزایی که باید بدونید دیفالت اولیه است و پیش نیاز ترموکس. اینا رو بهتون میگم، میزنید، دست میکنید، کاراشو انجام میدید. از قسمت بعدی شروع میکنیم مرحله به مرحله با هم دیگه تست نفوذ روی شبکه، تست نفوذ روی وایرلس، تست نفوذ روی وب، تست نفوذ روی سیستم عامل ها رو با هم دیگه یواش یواش شروع میکنیم کار کردن روی ترموکس یا همون موبایل و اندروید و حالا اینجور چیزا دیگه. یعنی میتونید با گوشی خودتون هم این تست نفوذا رو کلا انجام بدید. میام اینجا آقا اول یه سری دستورات خودش گفته آقا پکیج اینستال روتو مثلا بزن، x11 رو مثلا بزن. اینا برای ترموکس دیگه. حالا دستوراتی که میگه مثلا بزنید داشته، مثلا من یکیشو میزنم الان ببینیم کار میکنه. اگه کار نکرد اول من پیش نیازهای خودم بهتون میدم. این اینستال مثلا روت فکر نمی‌کنم این باید کار کنه چون ما پکیج هنوز نصب نکردیم. ریپو مثلا خب این میاد فکر میکنم داره، آره دیگه اینو داره نصبش میکنه برای من تو ترموکس هم بگیم بزرگترش کنم.
سورس لیست یو آر ال فلان 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 داره کارا رو انجام میده. ریپوزیتوری کجا داره میاره؟ وریفای. خب این الان اوکی شد. بیاد پایین یه لحظه. من اینجا نکنید اول برای شروع کارتون هر وقت که ترموکس رو باز کردید اول از همه اینو بزنید. یه APT و A چرا نمیزنید؟ اس میزنید APT آپدیت رو میزنید. یه APT تو نرسید یه آپدیت روش بزنید دیگه. اینو بزنید. خب آپدیت حالا میگه آپدیت، میگم که بیا اینجا این فایل تکست رو باز میکنید آقا اینا رو بزنید دیگه. مثلا اینو که بزنید دسترسی بهتون میده به فایل های داخل گوشیتون. ای بابا حالا سلکت نمیشه لعنتی. خب کپی میکنیم از اینجا ببینم درست کلکتش یارا. نمیدونم ترموکس ستاپ استوریج نمیدونم چرا نمیارش، مینویسیمش اینجا رو مهم نیست. ترموکس داش ستاپ خالی بود یا ستاپ دور پایین توی بالا؟ ستاپ استوریج. آره ستاپ استوریج. این پکیج ترموکس رو میگن نصب نکردید. بذارید من اینجا اینا رو بهتون نشون بدم. نکنید پکیج آپگرید رو میزنید. بذارید ببینم اینجا اصلا میشه اینجا کپی پیست کرد. اینجا از اینجا به اینجا نمیشه. مثلا توی وی ام وری بودیم، مثلا اگه اینجا بودیم داخل خود لینوکسمون بودیم داخل کالی بودیم میشد. خب حالا اینجا نمیشه. من چرا اصلا اونو باز کردم؟ پکیج رو میزنیم پکیج آپگرید. این پکیج آپگرید رو که بزنیم میره برای اون پکیج آپدیت میکنه. استفاده از پکیجامون یکم همچین چیزتر میشه، اوکی‌تر میشه. APT آپدیت هم بکنم باید بزنیم یا آپدیت APT ازش بگیریم. بعد بیایم اینجا دیگه چیا رو میخوام یه APT گیت هم میزنیم. حتی اینو بزنیم یا چیز نه ولی فکر نمی‌کنم نیاز باشه بزنیم. آپگرید یس رو میزنیم و برو. APT get upgrade هم میزنیم و دیگه چیزی میمونه. APT install update این اوکی پکیج فقط این میمونه. ترموکس ستاپ استوریج. خب بذارید این انجام بشه، نصب اولیش انجام بشه همش. یه سری دیتا باید نصب بشه. اول ویدیو یادم رفت بگم این ویدیو رو لایکش کن، کامنت واسم بذار، کانال سابسکرایب کن، زنگوله بغلش رو بزن. سری ویدیوهایی که قرار اینجا بذاریم خیلی خفنه. یس رو میزنید دوباره نصب میکنید. دیفالت وای بش باشه. آره یس. پوسته بش هم گفتیم یه پوسته اجرایی لینوکسه که اینجا ما داریم میبینیمش توی همون سری ویدیوهای ساجستی که بالاتون گفتم. اونجا راجع باش یا بش صحبت کردیم. خب یه بار یه ترموکس ستاپو میزنیم که یه بار واسه الس من میجون بگیرم چه خبره. اول الس همون نمیده، یه سی دی خالی میکنیم الس میزنیم. اینم خب ما الان بذاریم سی دی یوزر کنیم الس. خوبه یه سی دی دیگه دوباره الس کش رو داریم اینجا، همه چی اوکیه. خب ببین ما الان در کنار اون دانلودی که داریم اون ته بعد از هوم بنا کنیم. من یه سی دی بکنم سی دی فایل من یکم تون میزنم احساس میکنم که نمیخوره فایل فایلز. خب لس میکنیم سی دی میکنم هوم یه لس دیگه میگیرم هیچ اینجا نیست. خب حالا من میام چیکار میکنم؟ ترموکس ستاپ رو یه بار دیگه میزنم. ترموکس رو دارم درست مینویسم. آره میگم ترموکس رو زیاد کار نکردم، میگم که وقت داستانی نباشه. یه ستاپ میکنیم دوباره یه داش میزنیم. دیگه چی مونده بود تهش؟ استوریج. میترسم یه اشتباه بزنم دوباره ارور بده، اصلا خوشم نمیاد ارور بده. خب این میاد میگه آقا دسترسی بهم میدی به فایلات؟ میگم آره چرا دسترسی میدم، الو میکنم دسترسی رو. میگه خب اوکی. الان یه لیست میگیرم میبینید استوریج بهش اضافه شد. الان میگم اینجا مثلا استوریج. خب سی دی میکنیم
ls میزنم. خب میبینید الان رفته داخل دایرکتوریای داخل مثلا، حالا اگه موبایل داشته باشید و موبایل دارید کار میکنید بالاخره، خب اون دایرکتوری که اینجا میبینید فرق میکنه. اون دایرکتوری که داخل مثلا فایل منیجر توی موبایلتون میبینید. ولی خب اینجا فایل رو برای من میاره و الان دسترسی دارم به فایل منیجر و فایلای خودم و میتونم بیام و گیتو نصب کنم. میتونم apt گیت کنم، apt کنم. این چقدر دارم بد تایپ میکنم امروز. اینستال مثلا گیت هم میزنیم که بتونیم از این به بعد ما ابزارهای داخل گیت هابمون رو بیاریم. پس تا اینجا ما یه سری دستورات اولیه رو میزنیم. من اینم اینجا براتون میزنم. این فایل من داخل چیز میذارم براتون، یعنی کانال تلگرامیمون میذارم. اینجا نذاشتیمش گیتون، نه، این داخل کانال تلگرامی براتون میذارم که دونه دونه همین دستورات رو کپی پیست کنید و اینجا بزنید و خیلی راحت نصب کنید. خب همه این پیش نیازا که نصب کردید اینو میخوام حالا بهتون بگم. شما توی ترموکس دستورات لینوکسی وارد میکنید و نمیتونید جنگولر رو بازی در بیارید. نمیدونم یه سری دنبال میانبرن، دنبال اینه که مثلا بیاد دو تا دکمه بزنن یه زندگی رو نابود کنن، یه سیستم رو کامل هک کنن. ما همچین داستانی نداریم، همچین چیزی نداریم. اگه به همین راحتی بود که انقدر فضای امنیت سایبریمون پیشرفته نبود و انقدر دانشجو نمیدونم مدرس توی این بحث نداشتیم. هر کی میاد نرم افزار نصب می‌کرد و میزد زارت و زورت اینو هک می‌کرد. خب پس شما برای اینکه بتونید بحث هک و امنیت و تست نفوذ فعالیت کنید با موبایل خودتون باید ترموکس رو نصب کنید. و برای اینکه بتونید با ترموکس کار کنید باید دستورات لینوکسی رو بلد باشید. پس ساجست بالا رو برید توی سری ویدیوهایی که دارم توش کالی لینوکسی ندارم، توش لینوکس آموزش میدم، دستورات لینوکسی آموزش میدم، فعالیت کنید یعنی چی؟ برید ویدیو اونجا رو ببینید، یاد بگیرید دستورات لینوکسی ها و بعدش برید توی گیت هاب، برید توی سایت گیت هاب. بذارید من ببینم این روشن آره. برید توی سایت گیت هاب، فکر می‌کنم اینجا باید داشته باشه. یعنی این سایت گیت هاب که الان می‌بینید اینجا بازه و میتونید ببینید. من اینجا الان لاگین نیستم توی مثلا اکانت خودم توی گیت هاب. خب بذارید با کرم خودم برم توی گیت هابم. میرید توی گیت هاب و ابزارهای به درد بخور رو پیدا میکنید. حالا من توی این سری ویدیو توی این پلیلیست بهتون یواش یواش ابزارها رو نشون میدم و بهتون یاد میدم که چجوری ابزارها رو نصب کنید، چجوری باشون کار کنید، چجوری باشون فعالیت کنید، چجوری هک رو انجام بدید، چجوری تست نفوذ انجام بدید و همه اینا رو بهتون یاد میدم. خب توی این پلیلیست همه اینا رو یاد میگیرید. ولی برای اینکه حرفه‌ای‌تر بشی گیت هاب اینجاست. برای اینکه حرفه‌ای‌تر بشی توی این مپ هست، برید توی گیت هاب بچرخید، ابزارهای حرفه‌ای رو ببینید، سعی کنید ابزار نصب کنید، سعی کنید باشون کار کنید. مثلا من برم یه ابزار نصب کنم. الان مثلا من بمبر پیدا می‌کنم، یه بمبر، حالا یه ابزار راحت‌تر از بمبر نداریم. بمبر کارش اینه که میره از سرویس‌های مختلف استفاده می‌کنه و از اونها برای این شماره‌ای که ما بهش میدیم اس ارسال می‌کنه. بذارید نه کلاکر نه، بمبر همینجا توی کل گیت هاب سرچ کن. بذارید من پیدا میکنه یه اس بمبر، یه چیزی همینجوری بمبر نمیدونم، ایمیل بمبر، این اس بمب. حالا بذارید این کار میکنه. نگاه کنید شما میاید ابزارهای مختلف رو دانلود میکنید. requiem.sh داره، لایسنس رو داره، ردمی start.sh هم داره. خب این میاد بمب SMS انجام میده. حالا یه چیزی نداره واسه من ننوشته که مثلا کار میکنن چجوری کار میکنن، فعالیت چجوریه، ولی خب معمولا اینجور ابزارها مثلا میان و از یه چند تا سرویس استفاده میکنن برای ارسال کردن مثلا SMS به یه شماره. مثلا میتونی یه شماره رو بگیرید بمبارون SMS کنید. خب پس چه اتفاقی میفته؟ شما یه ابزار از تو گیت هاب دانلود میکنید، توی یک ترموکس خودتون نصبش میکنید و بعد میاد از سرویساش استفاده میکنید. کل کاری که انجام میدید اینه. حالا این مثلا راحت ترین ابزاره. من بخواستم اینو بهتون بگم که این راحت ترین و صفر درجه ترین ابزار ممکن توی بحث هک و امنیت و تست نفوذه. شما برای اینکه بخواید بیاید و تست نفوذ رو حرفه‌ای‌تر انجام بدید، چه توی موبایل، چه توی لپتاپ، چه توی هر جای دنیا، هر جایی توی هر پلتفرمی، باید بتونید با ابزارهای مختلف حرفه‌ای کار کنید. مثلا یه ابزار هست به اسم nmap که مثلا مطمئنم الان توی ترموکس نداریمش. خب nmap خودش یه ابزار خیلی گنده‌ایه که نداریمش. می‌بینید پکیج بذاریم ببینیم اینستال میکنه برای ما این nmap رو که توی بحث شبکه فعالیت میکنه nmap و به ما اجازه میده که توی شبکه بیایم مثلا چی بهش میگن، پورت ها رو اسکن کنیم، یا اسکپی ما داریم که میاد و برای ما پکت ارسال میکنه، یا
مثلا وایشریکو داریم که میاد و برای ما شنود انجام میده روی شبکه، روی وب و کارهای مختلف انجام میدن دیگه هر کدومشون. و ابزار زیاده، میدونی ابزار انقدر ما ابزار مختلف داریم که اصلا تهش معلوم نیست. یکی از بهترین ابزار اینم بهتون بگم قبل از اینکه ویدیو رو تموم کنم که بریم برای قسمت‌های بعدی ویدیو، یکی از بهترین ابزارهایی که میتونید استفاده کنید متاسپلویت که فکر می‌کنم برای بچه‌هایی که می‌خوان موبایل فعالیت کنن متاسپلویت ابزار تقریبا خوبی میتونه باشه که میاد و برای ما فعالیت‌های مختلف رو انجام میده، یعنی کارهای مختلف رو برای ما ساپورت میکنه. میتونیم ازش اکسپلویت انجام بدیم، میتونیم باهاش اکسپلویت، میتونیم باهاش پیلود، میتونیم باهاش همه کارو انجام بدیم و کلا ابزار خفنیه دیگه متاسپلویت. اونم میتونید یادش بگیرید و برید راجبش سرچ کنید. حالا راجبش منم قراره چند وقت دیگه روی یوتیوبم ویدیو بذارم. پس چی شد؟ اگر میخواید تست نفوذ و بحث هک و امنیت رو روی موبایل داشته باشید، اولین کاری که میکنید اینه که اندروید داشته باشید، تکون نخور. دومین کاری که میکنید اینه که ترموکس رو روی اندروید خودتون نصب کنید. سومین کاری که میکنید اینه که بیاید و این دستوراتی که من اینجا بهتون گفتم و یکی یکی توی ترموکس خودتون بزنید. وقتی که همه اینا رو زدید، اینو ببندم بذارید، آره این که گیت هم توش داشته باشه، میایید و این دستورات رو داخلش میزنید. حالا به این ترتیب نه، مثلا اینو اول میزنید، بعد این، بعد این، بعد این، بعد این. خب بعد که این دستورات وارد کردید و نصب رو انجام دادید، همه این دستورات انجام دادید، حالا میرید منتظر میمونید تا من بقیه ویدیو رو بذارم، یا خودتون میرید داخل گیتاب میگردید ابزارهای مختلف رو پیدا میکنید و نصبشون میکنید. برای اینکه ابزارم از داخل گیتاب نصب کنید، حالا بهتون میگم تا وقتی من ویدیو بعدی رو بذارم یه وقت مثلا لاکار نمونید، بتونید کارتون انجام بدید. گیت کلون رو که بزنید، این میره از داخل گیتاب براتون ابزارها رو کلون میکنه دیگه، میره داخل گیتاب ابزارها رو براتون میاره. مثلا من داخل گیتاب مثلا این ابزار رو میخوام، خب این لینکو یا این لینکو، این لینک اینجا هست، از این بغل کپی میکنم میام اینجا پیستش میکنم. حالا شما موبایل باشید میتونید، من نمیتونم الان. شما این کار انجام میدید، گیت کلون و حالا اون آدرسی که از اون ابزار دارید میزنید، دانلود میکنه براتون و بعدش حالا واردش میشید و طبق قسمت‌های بعدی که من بهتون میگم یا طبق ویدیوهایی که من توی ساجست بالا گذاشته بودم توی لینوکس با چیکارو انجام بدید، میرید اون ابزارا رو یکی یکی نصب میکنید و همین دیگه از ابزارها استفاده میکنید، از سوئیچاش استفاده میکنید برای بحث وب پکینگ، برای بحث سیستم عامل، برای بحث شبکه، برای بحث هر چیزی، هر کاری که دوست داشته باشید میتونید با این ابزارها انجام بدید. و اینکه همین دیگه فعلا این پیش نیاز این صرف و این پیش نیاز این پلیلیست بود. اینو یادش بگیرید، بلدش بشید. ادامه ویدیوها رو قرار بریم با هم دیگه میتره کنیم ان شاءالله، که برای بچه‌هایی هم که دوست داشتن با بحث یعنی موبایل هکینگ و اینجور چیزا آشنا بشن، این پلیلیست فکر می‌کنم خوب باشه و به دردشون بخوره. و اینکه همین دیگه، این ویدیو رو لایکش کن، کامنت بذار، سابسکرایب کن، زنگوله بغلش رو بزن. همین. فعلا